مقدمه شاهنامه درباره آفرینش انسان. اول در ستایش خرد، آغاز کتاب ستایش خداوند است و بعد از آغاز کتاب گفتار در ستایش خرد، یعنی پیش از اون که ستایش آفرینش یا گفتار در آفرینش عالم و بعد گفتار در آفرینش آدم شروع شود، فردوسی گفتار در ستایش خرد دارد. در بیت هم یادآوری میکند که نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آنی سپاس. در کتاب سپاس شده است، سپاس است سه تای تو گوش از چشم زبان کزینت رسد نیک و بد بگمان. گفتار در آفرینش عالم، گفتار در آفرینش مردم یعنی انسان ها، آدم، و بعد میرد گفتار در آفرینش آفتاب، در آفرینش ماه و از ستایش پیغمبر و یارانش، و بعد گفتار اندر فراهم کردن شاهنامه. یعنی در شمار مهمترین چیزها یکی از ویژگی های خاص شاهنامه در ادبیات من ادبیات جهان، انا همین در ردیف اول نهادن بی‌واسطه به طور مستقیم، البته به طور غیر مستقیم زیاد است، ولی به طور مستقیم یعنی بی‌واسطه پیش نهادن موضوع خرد به حدی که پیش از کلام، آغاز کلام درباره آفرینش عالم و آدم، اول شاعر اندر ستایش خرد، بعد از ستایش آفریدگار و ستایش خرد می‌پردازد و حتی در مورد ستایش آفریدگار هم پیش از همه از خرد یاد می‌کند. به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد. و در پایان همین قطعه که در ستایش یکتا خداوند است میگوید که توانا بود هر که دانا بود و دانش دل پیر برنا بود. یعنی باز ترغیب دانش اندازی و دانش آموزی رو میکنه و بعد باز به ستایش خرد میگذرد. خرد ما گفتیم که مجموعه انواع معرفتی هست که برای یک انسان از هر طریق حاصل میگردد، با اضافه آن که جنبه سرشتی دارد، یعنی مثل استعداد. خرد جنبه سرشتی دارد، ذاتی دارد. علم جزئی است، دانش جزئی است، حتی معرفت نسبت به خرد این عمومیت رو ندارد و خرد تمام نوع‌های دانشی که انسان از هر طریقی، از طریق مطالعه، از طریق عمل، از طریق تجربه، از طریق سرگذشت فرا گرفته است، همه‌اش رو در بر میگیرد و اضافه این که جنبه سرشتی دارد. یک دانشمند میتواند دانشمندی برجسته شود ولی خردمند نباشد. وقتی که دانشمند خردمند نیست، اون دانش استفاده از اون دانش به حد لازم صورت و نحو لازم و صورت لازم صورت نمیگیرد. میتواند حتی زیانبار باشد در نتیجه استفاده بیجا و بی‌مورد. برای همین فردوسی خرد را حتی در شناختن پاک از آن خداوند چیز میکند که میگوید که نهوشیوار کسی که خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خویش ریش، هوشیوار دیوانه خواند مرا، همان خویش بیگانه خواند مرا. یعنی حتی خویش او را خویش نمیشمارد. موافق قاعده شرعی هم کسی که خرد ندارد، فهم ندارد، عقل ندارد، از فرمانهای شرعی بیرون است، آزاد است. یعنی از اون نمیشه طلب کرد که تو فرمانده شریعت رو بشو. از خود همینجا معلوم میشود که خرد، ایمان، دین، اعتقاد اونگاه واجب میشود که اگر انسان دارای، اکنون اینجا خرد عمومیش به معنی عمومیش، به معنی خاصش، انسان دارای عقل و شعور و فهم و معرفت و خرد باشه. اگر این سر رو نداشته، چطوری که از دیوانه پرسیش نیست، چطوری از جانوران دیگر پرسیش نیست. و آدم با همین فرق نکنه. منظور همه این گفته‌های فردوسی آمدن رسیدن به موضوع صحبت سر ماهیت انسان است که انسان کیست و چه رسالت دارد. همه این مقدمه ها رو برای همین میشه، برای همین گفتار در آفرینش عالم رو میاد و بعد گفتار در آفرینش مردم و همینطور دوام. ما گفتیم که هیچ ملتی در جهان نیست که حتی ساده ترین ملت های دنیا در موضوع آفرینش جهان و انسان اسطوره های خود را دارد. اسطوره چی یعنی؟ اسطوره من روایت
روایت‌ها و باورهای بسیار قدیمی و کهنه‌ای که مردم نمیدونن که ریشه اون از منشأ میگیرد، ولی مردم با آنها اعتماد دارن. مثلا فرق اساطیر از افسانه در همین، این افسانه اون چیزی است که گوینده هم میدوند که دروغ گفته شده است و شنونده هم میدوند که دروغ شنیده است، ولی یک دروغ قراردادی است، بین هم میشینند و اون رو قسمت میکنند، یکی گوینده اون میشد یکی شنونده اون، ولی هر دو معتقدند که این دروغ است. اصل قضیه این است که اسطوره آفرینش اسطوره اصلی است در تمام ملت‌های دنیا، حتی ملت‌هایی که در ابتدای تمدن قرار گرفتند، هنوز تمدن خطی ندارند، اونها اسکلتی تمدن اونها رو، تمدن معنوی اونها رو، فرهنگ اونها رو به اساطیر تشکیل. بنابراین اسطوره آفرینش بسیار مهم است. از چه نظر مهم است؟ از این نظر مهم است که ما با واسطه اسطوره آفرینشی که در هر یک ملت هست، جهانبینی آن ملت رو، هدفهای آن ملت رو، اعتقادات آن ملت رو و آرمانهای آن ملت رو میتوانیم تشخیص بدهیم. خود هر یک انسان در مرحله های رشد خود به جایی میرسد که در ذهنش به طور خودکار اتومات این سوال پیدا میشود که ای کاش بدانستم کیستم، سرگشته به عالم از پی چیستم، در مقبلم آسوده و خوش زیستم، ورنه به هزار دیدم بگریستم. یا روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، ز کجا آمدنم بهر چی بود و کجا میروم آخر ننمای وطنم. یعنی در فطرت انسان است. بنابراین هر یک ملتی که در دنیا تشکل یافته است، به تعبیر دیگر گوییم از جماعتی از انسان‌های تشکیل یافته است که درباره آفرینش اعتقاد یگانه داشت. آفرینش اصل اعتقاد مذهبی رو هم تشکیل میده. نه تصور درباره آفرینش اعتقاد ما رو شکل میده. ما دارای چی نوع اعتقاد. برای همین فردوسی هم وقتی که شاهنامه رو شروع میکرد و نوشتن، عزم اصلی فردوسی عبارت از این بود که ملت خود را، خلق خود را، تاریخ خلق خود را از همون ابتدای آفرینش نشان بده و تا زمانی که خودش زیسته است، با یک مدت پیشتری که خودش در جهان بوده است، این تاریخ ادبی رو ثبت و ضبط کند. و با این حرکتش فردوسی با شروع کردن سخن در باب آفرینش عالم و آدم باز برای ما نشان میدهد که اون میخواهد که برای ما یک کتابی بدهد که از هر چیز دیگر ما رو فارغ سازد، یعنی همه چیز در اونجا باشد، حتی مسئله آفرینش هم باشد، از آغاز آفرینش تا زمانی که ما هست. بسیار قیمتی بزرگ است. چرا؟ چون این نیازی را احساس کرد فردوسی، از جمله احیای اساطیر ایرانی، احیای باورهای اعتقادات اسطوره‌ای. چرا نیاز احساس کرد فردوسی که به قعر تاریخ فرو رود، به قعر اون داستان‌ها و اخبار کهنه باستانی فرو رود و هر چی از اونجا غواصی میکند و در میآورد اون را بیرون برو بیارد، اون را طرز بیرون بیارد که برای ما آشنا باشه. چون که حتی وقتی که کتاب‌های اوستا، کتاب‌های دینکر، کتاب‌های اعتقادی زمانی پیش از اسلام رو میخونیم، تاریخ نامه‌ها رو حتی وقتی میخونیم، کارنامه‌های دیگری که پیش از شاهنامه بودن میخونیم، این اسطوره‌ها و این روایت‌ها شکل بسیار توهمی و تخیلی دارند، فانتاستیکه. ولی فردوسی، تفاوت کار فردوسی با همه این اسطوره پردازی هایی که در جایهای دیگر شده است و می شود و حتی در کتاب های مقدس جای دارد، تفاوت کار فردوسی این است که فردوسی همه این اخبار و روایات و نقل ها رو به میزان عقل و منطق برمی کشد و به اساس آن پیشنهاد میکنه. بنابراین قهرمانانی که در کتاب‌های دیگر، در کتاب‌های پیش از شاهنامه و حتی بعضی کتاب‌های همزمان و بعد شاهنامه، مثلا شعرهای خارق العاده، فوق العاده دارند، در شاهنامه صورت سیمای عادی انسانی میگیرند و ما اونها رو میشناسیم، میبینیم. یعنی اساطیر رو با واقعیت بسیار نزدیک میکند و تاکید میکند که تو این رو دروغ و فسانه مدان و یکسان روش در زمانه مدان، از او هرچی اندر خورد با خرد، دیگر بر ره رمز معنی بر. یعنی تاکید فردوسی از این سخن
معلوم میشد که فردوسی و هر اون سخنی که در شاهنامه میآورد و میگوید اعتقاد دارد، اطمینان دارد که این راست است. اگر اطمینان نداشت در آنجا بیان میکند شک تردید خود را. اگر به چیزی اخباری که او روایت میکند خودش اطمینان ندارد، شک دارد، اون شک رو به نوع اظهار میکند. ولی اون چیزی رو که به اطمینان و از نام خود، از زبان خود در شاهنامه درج میکند، معلوم میشود که فردوسی با آن اطمینان کامل دارد، باور دارد و واقعیتی آن. گفتار در آفرینش مردم گفتیم انسان رو با آن تاکید میکند که انسان وقتی که به عالم هستی آمد، تمامی بندهایی رو که در آفرینش عالم با وجود آمده بودن، یعنی کیهان ساخته بود خداوند آفریدگار و این کیهان همه چیز رو داشت، همه چیز در آن حاضر بود، ولی همه چیز کفر بود. کفر بود یعنی چی؟ یعنی موقوف بود، بسته‌بندی شده بود، برای کسی چیزی باز نشده بود. و میگوید که چون این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها رو سر و سر کلید. یعنی همه این قفل‌ها، این بسته‌بندی‌ها اکنون باز شدن به دست انسان که چی است؟ دارای خرد است و این کیهان هم برای او ساخته شده است. برای همین میگوید که تو را از دو گیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند. میانجی یعنی میانه رو، اون کسی که بین ما و خداوند میانه رو است. و چندین میانجی بپروردند. نخستین فطرت حسین شمار، توی خویشتن رو به بازی مدار. احتیاط کن، تو خودت رو بشناس، تو پایه و مرتبه و قدر خودت رو بشناس که در چی درجه قرار داری. بهترین آفریده خداوند است. خداوند با این خلقت‌های عظیمی که در دنیا کرده است، چیزی بهتر از تو نآفریده است. نگاه کن سرانجام خود را ببین، چه کار بیابی بهی برگزین. یعنی نگاه کن و به پایان سرنوشت خود بیندیش که چه خواهد شد. یعنی کاری تو تا کجا میرسه، عاقبت کار خود را، زندگی خود را. و چون کاری اگر پیدا کردی برای انجام دادن، از اون کارها بهترش را برگزین. یا اینکه هر کاری رو که انجام میخواهی بدی، در اون کار بهتر، عمل بهتر کردن را بر خود قرار بده. برنج اندر آری تند را رواست، که خود رنج بردن و دانش سزاست. چو خواهی که یابی زهر بدرها، سر اندر نیاری بدام بلا. بوی در دو گیتی زیبد رستگار، نکوکار گردی بری کردگار. نگه کن بدین گنبدی تیزگر. گنبد تیزگر یعنی همین جهانی که در اون سیاره ها و ستاره ها میشرخند، که درمان از اوی است و زوی است در. نگشتی زمانه بفرسایدش، نه زین رنج و تیمار بگزایدش. نه این رنج و تیمار بگزایدش، نه از جنبش آرام گیرد همه. نه چون ما تباهی پذیرد همه. از او دان فزونی، از او دان شمار، بد و نیک نزدیکی او آشکار. اکنون ما رو منع کرد فردوسی از بحث‌های نادرکاری در مسئله ذات و صفات آفریدگار و این موضوعهایی که کار ما نیستن و نگاه ما رو طرف چی کردن؟ کیهان، جهان، دنیا، که این همه درد و داغ و همه کشایش کاری تو به همین دنیا وابسته است. به همین بیضه شرخی که در درون او زاده شده، نیاده شده. تو اگر مزاج او رو یاد گیری و اگر علم او رو فرا بگیری و بتوانی که از این گردش ها و جهش های او، از این حرکت های او، از این امکاناتی که در این دستگاه کیهان وجود دارد استفاده دانشمندانه حکیمانه کنی، آنگاه به مراد دل خود میرسی. همون چیزی که امروز برای ما تبلیغ میشه، همون چیزی که امروز گویا ما در عصر نو با آن پی برده. نه از جنبش آرام گیرد همه. یعنی این دنیا یک ثانیه آرام ندارد. از شما فکر میکنید که آرام هستید، میدونید با چی سرعت از شما حرکت کردید در دور مدار افتاد در روی زمین، همراه زمین، و سرعتی 30 کیلومتر، قریب 30 کیلومتر در یک ثانیه. نکنون با 60 ضرب زنید 30 رو در یک دقیقه میشه، باز با 60 ضرب زنید یک ساعت میشه. 3400 کیلومتر در یک ساعت. شما خبر ندارید که با این سرعت در کیهان حرکت دارید. اگر یک ثانیه یک سری مو در این گردش زمین درنگی واقع شود، وقفه افتد، یعنی زمین اگر یک ثانیه در جای خود بیستد در این حرکت، در این موقعیت، هیچ چیز باقی نمیماند. نه خود زمین باقی نمیماند و نه چیزی در. نگون چند
میلیون ها سال است که این همین حرکت ادامه دارد و فردوسی میداند که نگشت زمانه بفرساید نه این رنج و تیمار بگذاید. یعنی مانند ما از بیماری و رنج و آزار و خستگی رو نمیداند، کاهش کاستن رو نمیداند و کم نمیشود، کم شدن ندارد. این رو یاد بگیر. تو در سوار این گردونه عظیم کیهان است، مزاج او را بیاموز، یاد بگیر و بهره خود را از آن به تمام کمال بگیر، البته به میزان خردمندانه، عاقلانه، با هدف.